سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. خیلی‌ها به من دایرکت داده بودن که ابوالفضل ما لگ داریم، خیلی لگمون زیاده، اصلا نمیتونیم کال آف دیگه بازی کنیم. قبلا اینطوری نبود، الان انقدر گرافیک کال آف رفته بالا، اصلا افت FPS شدید میگیریم. گفتم بیام یه ویدیو جداگونه براتون درست کنم که بتونید تا 99% لگتون رو بیارید پایین و 120 FPS رو بگیرید تقریبا از بازی. فرقی نداره گوشیتون میان رده است، پرچم داره، هیچ فرقی نداره، این برای همه گوشی ها جوابه. کسایی هم که سامسونگ دارن داخل کامنت ها بگن یه ویدیو جداگونه برای اونا درست کنم تا بتونن یه FPS خیلی بالایی از گیمشون بگیرن تا مثل نوب سگا داخل بازی نمیرن. این تنظیماتی که من دارم بهتون میگم به درد سامسونگ دارم میخوره، چون میتونه یه 50% لگشون رو بگیره و FPS خیلی بالاتری بده. ولی خب داخل سامسونگ خیلی برنامه‌های بیشتری هست که میتونه FPS تون رو بالاتر ببره. شیائومی خوبی که داره یه برنامه داره مخصوص گیم به اسم گیم توربو، خیلی بازیتون روون میشه و اصلا افت FPS میگیرید با این تنظیماتی که من میخوام بگم. نصف تنظیمات هم داخل همین گیم توربو انجام میشه. بدون معطلی بریم سراغ آموزش. خب دوستان، برنامه‌ای که ما بهش نیاز داریم یکی گیم توربو، یکی ستینگ خود گوشیه. اول میریم گیم توربو رو ما آموزش بدیم. وارد گیم توربو که شدید میاد کال آف دیوتی انتخاب میکنید. این پایین یه گزینه است به اسم کاستوم، میذارید روی کاستوم. برای شما روی دیفالته، میذارید روی کاستوم. فریم ریت رو میذارید 120، آنتی اسسلینگ هم میذارید 4x. هر چی اینجا گزینه است میذارید بالاترین حالت ممکن به جز این آخریه. اینو میذارید که سرعت تاچتون بره بالا. تیک آخری هم میزنید دوستان. بعد میریم سراغ بخش بعدی. این بالا سمت راست روی جی پی یو میذارید سمت راستیش. اینجا هرچی گزینه است میذارید بالاترین حالت ممکن. برای شما کلاسیک مود دیفالت، ولی خب باید روی کاستوم باشه. این هم میذارید نان، همون آف بمونه. این هم میذارید اورجینال. خب دوستان، گیم توربو تموم شد. بریم داخل ستینگ خود گوشی. وارد ستینگ میشیم، روی درباره تلفن میزنیم، روی OS ورژن فور پوکو 7 بار کلیک میکنیم. یه رمز خود، رمزتون رو میزنید. گزینه دیولپر آپشن داخل تنظیمات بیشتر فعال میشه براتون. میرید داخلش، میاید پایین میرسید به این گزینه، اینو میذارید 64 کیلوبایت. بعد اینم تیکش آن میکنید، میاد گرافیک درایو پرفورمنس، میاد کال آف دیوتی رو پیدا میکنید، میذارید روی سیستم گرافیک درایو. خب دوستان، میرسیم به سیستم ترکینگ. میرید داخلش. این محدودیت سی پی یو که نذاره فشار بهش وارد شه، ولی خب هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. من خودم 4 ماه تستش کردم، هیچ ایرادی به گوشی ایجاد نمیشه. این روی 16184 کیلوبایت دیفالت خود گوشی. اگه شما فن ندارید بذارید روی سومی. اگه فن دارید، فن خنک کننده، سیستم خنک کننده دارید، بذارید روی چهارمی. بعد میایید پایین دوستان، همینطوری میایید پایین میرسید به این گزینه. اینو میذارید نیم ایکس ستاشم، سرعت گوشیتون بره بالا. بعد میاییم پایین تر، میرسیم به گزینه، فکر کنم رد شدم یه لحظه، 4x MSAA. این گزینه هم تیکش آن میکنید و دیگه از این بخش خارج میشیم. میرسیم بخش مموری. میری داخل مموری، اینجا یه رام اضافه بهتون میده. رام گوشیتون مثلا 12 گیگ رام اضافه هم بهتون میده. اگه نه، رام گوشیتون 8 گیگ اضافه میده. هر چقدر باشه همونقدر رام اضافه به شما میده. مثلا رام من 12 میشه 24. خیلی بازیتون روونتر اجرا میشه. حالا من چون حافظم پره اجازه نمیده راممو زیاد کنم. شما اگه حافظتون خالیه بذارید آخرین حالت ممکن. خب دوستان، خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو همراه بودی. برای آموزش‌های بیشتر حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب داشته باشید و زنگوله رو روشن کنید تا ویدیو جدید گذاشتم اولین نفری باشی که ویدیو رو می‌بینی.